امیرزا هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از یه بازی بسیار بسیار خفن، محبوب، بسیار بازی پرجزئیات. گفتم بچه دیگه قرار نیست ویدیو تکراری بریم، قرار از من بازی خیلی خفن تری بریم و تازه این شروعشه. یه بازی انتخاب کردم واقعا خیلی خفنه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. حتما لایک رو بزنید، کامنت هم بگذارید و سابم حتما فراموش نشه. آقا یه بازی دیگه است، اون بازی که توی ویدیوی قبلی گفته بودم خشن بود، این اون نیست. اون خشنه هنوز اگه کانال روبیکا رو دنبال کنید میدونید سر چی هنوز نتونستم بریزمش. خب دارم تمام تلاشم میکنم بابت اون موضوع. تو کانال روبیکا گفتم حتما جوین بشید تو کانال روبیکا و تلگرام. آقا بریم سراغ ویدیویی بسیار بسیار خفنمون. در ضمن یه سری تغییرات داده شده، مثلا اون پشت رو میبینی از اونها رو گذاشتم، ساعت ماهت و فلان بسار اینجور چیزا، و همینطورم که اینجا مثلا اومدم اینه گذاشتم و یه سورپرایز خیلی خفن اوورلی گذاشتم. خیلی بچه اوورلی خفنیه، حتما توی کامنت ها بگید خوبه بده چطوره. آقا بریم سراغ این بازی خفنمون. خیلی هیجان زدم بچه ها، خیلی بازی خفنیه. آقا 3 2 1 سلام علیکم با بازی ویکتوریای 2. ببخشید من همش مثلا اینجوری میکنم. خب با بازی خیلی خیلی معروفه ویکتوریای 2. این نسخه سم داره بچه ها، ولی سش به خاطر اینکه خیلی سیستم قولی میخواد، سش خیلی پرجزئیاته، اینم خیلی پرجزئیاته. اینم دقیقا مثل ایج آف هیستوری، ولی ایج آف هیستوری ساده تره اینه، یعنی خیلی جزئیات داره بچه ها، خیلی جزئیات داره. و در ضمن حتما اینو لطفا تو کامنت بنویسید ایج آف هیستوری رو ادامه بدیم یا نه. اینو و ایج آف هیستوری هر دو با هم دیگه ادامه بدیم، یا ایج آف هیستوری رو بذاریم کنار ویکتوریای 2 رو همینجوری ادامه بدیم. حتما بگید. آقا سینگل پلیر. آقا همانطور که نگاه میکنید ما اینجا 2 تا دوره داریم توی ویکتوریای 2. خب یه دوره سال 1836 که الان ما توشیم. یه دقیقه وایسین. خب این سال 1836 و کشورها این شکلی هن. ایران این شکلیه، دوران قاجار، این عثمانی انقدر اینجا نگرفته، روسیه اینجا هنوز آمریکا کامل نشده و کانادا این شکلی و فلان و بیسار اینجور چیزا. اینجا این سال 1836 بود. این یکی سال 1861 یه چند سال بعد. اینجا دوره‌ایه که آمریکا اینقدرش کامل شده، ولی خب چیز به وجود اومده، جنگ داخلی به وجود اومده، جنگ داخلی. اینا تقریبا همونن، یه ذره فکر کنم بزرگتر شده، عثمانی خیلی بزرگتر شده که برای ما خیلی سخت‌تره. اون روسیه اومده اینجا رو گرفته، اینجوری شده. افغانستان هم بزرگتر شده. بچه نظر من 1836 رو برداریم. به خاطر چی؟ اولا که ایرانه، اصلا ایران 100%، ولی به خاطر این میگم، به خاطر اینکه اولا عثمانی خیلی قوی و اینجا رو گرفته و بخوایم شکست بشیم خیلی سخته. و در ضمن اینجا رو هنوز نگرفته. ما اگه کشورمون رو قوی کنیم میتونیم اینجا رو هم بگیریم. افغانستان زیاد بزرگ نشده، افغانستان راحت میشه بگیریم، اینا راحت میشه بگیریم. بهترین کاره به نظر من همینو برمیداریم با اجازه شما. حتما تو کامنت هم بگید که چی کار کنیم به کدوم کشور. این خیلی مهمه بچه، این خیلی پر جزئیاته. یه دقیقه وای میستید بچه ها، ببخشید. I'm so sorry. آها وایسین. آها ببخشید، دوربین رفته بود بالا. خب وایسین. خب مثلا بچه باید بگید که مثلا به کدوم کشور حمله کنیم. بازی خیلی پر جزئیاته. مثلا بگید که فلان کار کنیم، اقتصادش رو شکوفا کنیم. خیلی پر جزئیاته بازی. آقا پرچم ایران هم این شکلیه، پرشیه دوران قاجار. پلیو میزنیم و
آقا وارد بازی شدیم. آقا این نقشه ماه. خب و تا اینجا من تو زوم میشه نگاه کنیم مثلا اینه. خیلی باله، خیلی باله، بازیش به شدت باله، بازیش خیلی باله. نگاه کنیم مثلا اینا رو به شما نشون میده. امیدوارم که صدا تصویر همه چی داشته باشین. آقا اینجا دوران قاجاره، وضعیت افتضاحه. من یه سری رفتم ویدیو آموزشی دیدم تا بتونم یه خورده بتونم کار کنم، چون خیلی بچه پیچیده است اینجا، به خاطر اینکه کشورمون ضعیفه و هنوز تمدن آنچنان خاصی نشد، ضعیفه، نمیتونیم اینجا کارخونه مارخونه بسازیم. میرسیم به اینجا بچه. اینجا خیلی اصل کاره. اینجا مثل ایجا فیستیوی نیست از اونا بزنی مال چیزو ببری بالا نیست. اینجا مالیات میگیریم. اینا آدمای پول دارن، ریچ، آدمای پولدار. اینو میگیریم تا ته. اینا آدمای معمولی هن. خب اینو تا اینجا میاریم. اینا آدمای بنده خدایی که فقیرن، پور فقیرن، میاریم تا اینجا، چون باید اقتصاد ما قوی کنیم به این ترتیب. خب یه دونه اینو میزنیم در این حد. بودجه برای مدرسه آقا توی دوران قاجار وضعیت خیلی خرابه از نظر علمی و اونجا چیزایی. بودجه مدرسه رو میبریم بالا، اینو میبریم بالا بچه، میگم خیلی جزئیات داره. اینو میبریم بالا، اینم میبریم بالا. بودجه‌ای که برای سربازا اختصاص داده میشه اینو یه ذره میبریم بالا و تمام. میایم سراغ اینجا. تکنولوژی چون بازم ضعیف هستیم و از اینا نداریم فعلا نمیتونیم اینجا رو کاری کنیم. میریم اینجا نشون میده که مثلا مردم ها مثلا مثال کردیش نمیدونم. آره حالا مثلا تبریز. خب بچه تبریز مثلا تو دوره، ببین بچه تو دوره قاجار بیشتر مردم تبریز سنی هن، ولی بیشتر مردم اینا که شیعه هن، ولی مثلا سنی هن. مثلا سنی هم داره. اینجا میتونیم ریژنا رو ببینیم چقدر، یا مثلا حجم چیزمون چقدر، چند میلیونیم، 1.49. اینجا هم که تریده. اینجا دیپلماسیه، بخشی که ما میتونیم با این پرچم ایران ها، این بخشی که ما میتونیم کارا رو انجام بدیم، مثلا با این کشور دوست باشیم، یا مثلا با این 125 یعنی روابطمون خوبه. این هم که جنگ اینا میتونیم جنگ کنیم و کارهای دیگه که حالا روبر باش پیش میریم. خیلی جزئیات داره بچه ها. اینجا هم که سربازامونه. از نظر اقتصادی بچه ها یه ذره وضعمون رو بهتر کردیم. خب من میخوام یه کاری کنم. ببینید ما باید اولا کشورمون رو یک بزرگ کنیم تا بتونیم یه ذره کارمارا رو پیش ببریم و کشورمون رو قوی کنیم. هدفمونم ساخت ایران بزرگ. چی کار باید بکنیم؟ آقا من اینجا 2 تا ارتش داریم، یکی نوتا، یکی 18. این 2 تا 18 تا رو همینجا میذارم. این 2 تا رو با هم دیگه ترکیب، یعنی این 2 تا با هم دیگه ترکیب میشن، این 2 تا با هم دیگه ترکیب میشن و یه ذره که گذشت حمله میکنیم به افغانستان. البته اگه توی این ویدیو بشه من یه ذره سرعت کار رو میبرم بالا که بتونیم دیگه کارا رو جمع کنیم. این داره میره بچه، اینم هم تو داره میبینید، اینم داره میره. این زرده که داره پر میشه این داره میرسه. خب وضعیت اقتصادی داغونه بچه، همونجور که اینجا میتونیم ببینین نوارش. وضعیت اقتصادی داغونه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دارم از اینا کمتر مالیات میگیرم و باید بگیرم. از اینا یه ذره کمتر، از اینا همینجا باشه، این دیگه کامل همین باشه. خب از این بنده خدا که دارم خیلی زیاد میگیرم، این انقدر باشه. این یه ذره کمش میکنیم بچه ها که بودجه اختصاص داده بشه به این یه ذره کم شه. بودجه به این یه ذره کم شه، یه کم بشه تا بتونیم پولای بیشتری حفظ کنیم. یه ذره هم از این کم شه. خب حل. وضعیت اقتصاد بد نیست، تا حدودی اوکیه.
و ما با سریع به نظرم حمله رو دیگه استارت بزنیم. حالا حمله تو ایج آف هیستوری فرق داره، تو بهش میدی تا بهش درخواست مثلا باش خوب نیستی میدی، 30 تا که شد سریع جنگو شروع میکنی. این فرق داره. اینجا ما اینو کلیک راست میکنیم. این افغانستانه. اول جاستیفی فکر کنم دارم درست میخونم یا نه نمیدونم، اگه دارم درست میخونم حتما بگی. اینجا روش میزنیم. اینجا میگه میخوای چیکار کنی. این میگه کل کشورشو یه چیز کنی. اینجا ایالتاشو بگیری یا بهتر بگم استاناشو بگیری و اینا. این که تحقیق کردم و حالا نگاه کن جزئیاتو. اگه بخوایم کل کشورشو چیز کنی 22 تا از این اسمشون چی بود؟ این فیمی بود، نمیدونم فکر کنم، نمیدونم اسمشو یادم رفته، میگیریم. اگه این 24 یا 25 برسه، این ببین نشون میده که کشورمون آدم کشور خوبی است یا مثلا کشور بدی است. اگه بد باشه کشورهای بزرگ میریزن رو اونو، کشورمون میگیرن. اگر یعنی مثلا 24 25 به بالا باشه، باز سعی کنیم این پایین باشه. حالا باید چیکار کنیم؟ الان مثلا روی 11 این مثلا روی 11 ما باید همینو بزنیم. ببینیم این دلیل جنگه آقا. کسی که نمیدونه این دلیل جنگه. خیلی بازی خفنیه بچه، حتما لایکو بزنید، کانالم سابسکرایب کنید. آقا این الان 11 ما باید اینو بزنیم که بتونیم استاناشو بگیریم، استاناشو برای خودمون کنیم. تا 100 روز اینا دیگه میرسه و ما باید تا اون موقع صبر کنیم. صبر کردیم، تموم شد، رسید چیزش به ما میاد. وقتی که اومد میتونیم در جنگ رو شروع کنیم باش با افغانستان و تمام افغانستان رو بریم بهش حمله کنیم و بگیریمش. وضعیت اقتصادی نابسامانه، وضعیت خرابه، خیلی خرابه. این رو همین باشه. از نمیدونم چرا از پولدار رو باید کم بگیریم ولی از این فقیرها باید 49 بگیریم، از این 12. خب بده دیگه، چرا؟ من دوست دارم بدونم. الان ببینین بودجه لشکر بدجور ما رو داره چیز میکنه. بودجه لشکر داره ما رو بدجور چیز میکنه. نکنین ما با بودجه لشکر رو یه ذره اوکی کنیم، یه ذره بودجه به این از این کم کنیم، یه ذرم از این کم کنیم، یه ذرم از اینم همینجوری بمونه. خب وضعیت اقتصادی بچه‌ها، من برای اینکه یه ذره اینو یاد بگیرم خودم رفتم یه سر برای اینکه یه ذره یاد بگیرم یه وقت گن نزنم آموزش دیدم. برای اینکه این اقتصاد عالی بشه ما باید حمله کنیم به افغانستان، چون بعد از اینکه من به افغانستان حمله کردم اقتصاد کلا رو به قرمز بود، میگم سبز بود و این یعنی نشونه اینه که ما باید به افغانستان حمله کنیم. وضعیت اقتصادی همین بالا پایین میشه کلا، ولی آنچنان وضعیت اقتصادی آنچنان خوبی نداریم. هنوز این جاستفی واره تموم نشده، تموم که شد یعنی تکمیل که شد، یعنی رسید بهش، فهمید اونجا چیزا، اینو بهش اینو میزنیم. اینجور آموزش هم هست بچه ها. دکلر وار فکر کنم، نمیدونم یا دارم درست میکنم. دکلر وار. الان نگاه کنید بچه ها، اینجا شد اینفینیه، نمیدونم چی شد. آها بچه ها الان میتونیم بهش حمله کنیم. الان ما خیلی راحت و ایزی میتونیم به افغانستان حمله کنیم. خب یه دور روی میزنیم، دوباره یه دور از روی بر میداریم، زده میشه، وار شروع میشه. خب الان جنگ ما شروع شد. حالا باید چیکار کنیم؟ اولا که این روی میزنیم میریم سراغ استانهای افغانستان و افغانستان استاناشو میگیریم. این داشتمون رو میاریم اینجا برای حفاظت، برای اینکه مثلا افغانستان نیرو فرستاد به کشورمون تصرف کنه، این بره دخلشو بره. 32 تا نیرو داریم، البته احتمالا میشه 26 اینا، چون میمیرن دیگه باتر مثلا گشنگی و فلان. بسا تو شهرهایی که بردیم خیلی بچه این جزئیات داره. مثلا تو اگه این لشکر رو مثلا اگه این 23 رو با این 30 ترکیب کنیم، خب بعد بذاریم توی شهر پرجمعیت، میمیرن. یعنی خیلی این جزئیات داره بچه ها، خیلی این وحشتناک جزئیات داره و خیلی هم بازی خفن و عالیه. سر همینم میگم ایج آف هیستوری ادامه بدیم یا اینو بریم.
و همونطورم که میبینید بچه داره همجوری 27 داره کم میشه ازش. پس بهترین کار چیه؟ نظر منه بچه ها این دوتا ارتش رو با هم دیگه ترکیب کنیم. یعنی اینم بیاریم اینجا. او نه آره بچه باید بیاریم. بچه باید بیاریم چون نگاه کنین اون ارتشش خیلی زیاده بچه. افغانستان ارتشش خیلی زیاده بچه. افغانستان ارتشش خیلی زیاده بچه. افغانستان ارتشش وحشتناک زیاده بچه. خیلی زیاده ارتشش. افغانستان لامصب ارتشش زیاده. خب بردیم یووان بردیم. برس ارتش ترکیب شه. ترکیب شه و برس رسید یا نه 5. اوه وای لوز باختیم که. از این باخت انتظار نداشتم. این اومد البته خب 3 تا ارتش نداره. یه لوز. اوکی 22 تا ارتش داریم. وضعیت افتضاحه بچه ها. اونجوری که به نظر میاد واقعا وضعیت افتضاحه بچه ها. وضعیتمون افتضاح در افتضاحه. من اون دستی که بازی کردم خیلی با بهتر تونستم جمع کنم غذایی ها رو. اینو نمیدونم چرا اینجوری شد. بیشیو رو نگاه کن رفت اونجا. بس من برم اینو بگیرم. در ضمن بچه اینم میخواستم بگم. چی میخواستم بگم؟ وارسکورم خیلی مهمه بچه. وارسکورم خیلی مهمه. حالا شما بگی وارسکور چیه؟ مثال روی افغانستان کلیک راست میکنین خب یا از کشور شو وار. خب الان مثلا این وار منو بین افغانستان فعلا 0-0 ولی فعلا اون 0 وارسکورش منم وارسکورم 0 و ارتش منم همینجوری بچه داره کم میشه. ارتش من داره همینجوری وا میره و این وضعیت خرابه. ما باید بتونیم اوکی کنیم وضعیت رو. چاره‌ای ندارم. باید اینو بدم تا ته. اینم باید بدم تا ته. مجبورم. در حال انجامه. دوستان عزیز وضعیت افتضاحه. وضعیت افتضاح. ما روی این میزنیم. بیلد نمیتونم بیلد فعلا نمیتونم بیلد کنم. وضعیت که افتضاح. هلم 9% کمه. قبول کن جان مادر قبول کن. من وضعیتم افتضاح تر از توه. جان هر کی دوست داره قبول کن. تو رو قرآن قبول کن. بهش درخواست آتش بس دادم. یه بهتر بگم درخواست چیز دادم تا بیخیال شیم و من استانش اون جایی که کپچر کردم گرفتم برای من شه. ولی اون بیخیال بشون نیست. ای بی شعور. ای چی کار کرد. اوه بچه ها وضعیت وحشتناک خرابه. باز سعی کنم بچه ها بیشتر ارتششو بزنم. هرچی بچه ها بیشتر سعی کنم ارتششو بزنم نه که ارتشش همینجور داره فقط فرار میکنه که نخوره. باطن اینکه ارتشش هرچی بیشتر بزنم وارسکور من میره بالا و هرچی وارسکور بره بالا باعث میشه که این باخت رو قبول کنه. چون هرچی وارسکور بره بالا به نفع منه و راحت میتونم کارشو تموم کنم.
فعلا که وان حل بچه ها یه ارتشش رو حذف کردیم، یه ارتشش رو بچه ها حذف کردیم و این خیلی خوبه چون وارسکور ما رو میبره بالا. و در ضمن باید الان بچه بتونیم این 11 تا رو حذف کنیم، این بتونیم 11 تا رو حذف کنیم یا هرچی ارتش رو ببریم و این جایی که داره از ما کپچر میکنه رو اوکیش کنیم، یعنی نتونه کپچر کنه. تمومه بچه ها، تموم. نتونست کپچر کنه بچه ها، به خاطر اینکه دید دارم میام کپچر رو گذاشت کنار، داشت کپچر میکرد، تموم میکرد، مساوی داشتیم میشدیم. الان به نفع من شد. اگر زیاد دارم حرف میزنم به بزرگی خودتون ببخشید. اوی رفت اونجا، ای نگاه کن چقدر فرار میکنه، چقدر ترسوه، چقدر ترسوی تو، چقدر ترسوی تو. بیا ببینم گوگلی، بیا ببینم اخوتو، بیا بیا، میخوام یه وار کوچولو با هم دیگه داشته باشیم. وای این کلن داره فرار میکنه، کلن داره فرار میکنه، کلن کار فراره، دیده نمیتونه به جنگه، فرار رو زده. اینم بیارم با اون ترکیب شد بزنیم اون ارتشش هم خراب کنیم. بچه عالی داره تشکیل وضعیت. شوخی کردم گفتم، البته شوخی نبود، داشتیم وضعیتمون داشت خراب میشد ولی به خاطر اون دیگه کم کم داریم اوکی میشیم. یه دونه از ارتشش رو گذاشتیم، نباید بذاریم اون بمونه بچه ها، نباید بذاریم اون بمونه. اگه اون بمونه باز به نفعمون نیست. هرچی ارتشش رو نابودتر کنیم، هرچی ارتشش نابودتر شه به نفع ماه. آخه با یه دونه ارتش میخوای یه چی رو بگیری؟ اوه اونو نگاه کن، اینو نگاه کن، وایسا من برم اینو اول بگیرم. وای نمیره. آها برم بچه اینم بگیرم اونم خراب کنم تمومه. در حال بازی وای خیلی داره واقعا بچه این بازی عالیه، واقعا من عاشق این بازیم، خیلی بازی عالیه. منتظر بازی خفن‌تر از اینم باشید. اوه نه ترسی رو نگاه کن، فرار کرد، ترسی رو نگاه فرار کرد، دید دارم میام فرار میکنه چون میدونه ارتشم قوی میزنتش. داشت میخوای برسی رفت وای رفت دیگه. من فقط میخوام ارتش اینو نابود کنم چون یه استان دارم و در ضمن بچه‌ها چون یه استان دارم خودش کارو میتونه کلی در بیاره. وقتی که من کلی از ارتش اینو بزنم نابود کنم، کلی اینو بتونم ضعیف کنم، دیگه تمامه. میرم این استانشم میگیرم، بعد دیگه وقتی که مثلا تسلیم شه، اونو زدم اینجا نگاه کنید، اینو بزنم، اگر اینو بزنم یعنی تسلیم شه، نکنین اینو بزنم تسلیم بشه، خودش قبول کنه، اعلام تسلیم کنه، بگه من آقا تسلیمم، خودش با اینکه تصمیم شده مثلا 2 تا استان بهت دیگه میده، 2 تا استان 3 تا استان هر چه حالا بستگی داره بهت میده. و الان وون شده آقا یه ارتش دیگه شم رفت بچه‌ها، یه ارتش دیگه شم رفت، یه ارتش دیگه شم رفت و الان ترکیه رو اینجا داره همجوری برای خوش ارتش چیز میکنه. یه ارتش دیگهش رفت. الان بچه ها این ارتش خیلی کوچولو که 400 فقط داره بچه ها، 400. البته این 400 400 نفره چون مثلا 28 این 28 هزاره، 400 نفر کلن براش مونده و من 26 هزارم و تمام. ارتشش تمام شه میرم این 2 تا جارم میگیرم، این شات هم نگرفتم فرق نداره، بعد دیگه اونو میزنم خوش آتش بس احتمالاً قبول بکنه چون دیگه وضعیتش افتضاحه. تمام برنده میشیم. واقعا خیلی عالی اولش بچه واقعا ارتشش رو دیدم گفتم یا خدا ما 17 ایم. بیا تموم شد آقا، ارتش اینش هم زدم. خب ارتشش رو برای بچه اولین بار دیدم بودم یا خدا بابا این 17 اون 20 دیدم نه بابا کاری نیست، ارتش ایرانه آقا، ساخت ایران بزرگ. فعلا داریم میریم برای استان دومم بگیریم، احتمالاً بچه سومم بگیریم که بعد دیگه اینا رو هم احتمالاً بهمون بده، بستگی داره خوش مثلا چقدر. ما الان 4 تا ارتشش 3 تا ارتش رو زدیم نابود کردیم و این خودش بار اسکورمون رو احتمالاً برده بالا مثلا. ای وای نه
خب مثلا نگاه کنید بچه‌ها، الان وارسکورمون 11، چون من فقط یه استان گرفتم و کلی از ارتش رو زدم نابود کردم، فقط وارسکورمون فقط 11. ولی اگه بیایم این دوتا استان اینجاشم بگیریم تمومه، بردیم. خب اومدیم برای استان دوم با 20,000 ارتش. متاسفانه تا به اینجا برسیم تلفات دادیم و 6,000 تاش مردن. خیلی بازی خفنی بچه، خیلی بازی خفنی. فعلا وضعیت بدک نیست. اینم بزنیم، اونش تموم شد بریم اینم بگیریم تموم. البته من با خوشم قبول کنه، معلوم نیست قبول کنه قبول نکنه. منطقه با قبول کنه، چون باخته در هر صورتی هیچ جوری نمیتونه منو شکست بده، مگر اینکه بریتانیایی کشور قوی بیاد پشتش، ولی فکر نکنم. آقا استان دومش هم گرفتیم، بریم سراغ استان سوم. استان سوم خیلی راحت و ایزی میگیریم و تمام. البته اگه خودشم قبول کنه تسلیم بشه، باختو قبول کنه، اگر خودش معلوم نیست قبول بکنه قبول نکنه، ولی امیدوارم قبول بکنه، چون دیگه ارتشمون داره ضعیف و ضعیفتر میشه. شدیم 17,000 نفر به خاطر اینکه کلی مثلا چیز کردیم. آی نکن بچه ها، اینجا نگاه کنیم مثلا این 31 صدومه. بچه من الان یادم اومد این اشتباه کردم، گفتم 400 این 400 نبود، 4 بود. الان یادم افتاد، حواسم نبود. آقا تمام استان سومش هم بگیریم. بعد دیگه حالا تو اون مپی که من یه ذره بازی کردم تا یه ذره بازی دستم بیاد، این دوتا استان بالا پایینش هم بهم داد. این شمال جنوبی به اون دوست استان که الان داریم میگیریمشو بهم داد، ولی حالا معلوم نیست. خب آقا تمام، استان سومش هم گرفتیم. بریم سراغ افغانستان. شد بچه 29 شد 29 وارسکورمون. آقا دادم ببینم چی میگه دیگه. یا قبول کرد. تموم بچه ها، قبول کرد و همونطور که گفتم استان بالا پایینی اونم داد و ایران از اون تیکه شد انقدر از افغانستان باقی موند و این خیلی خوبه و واقعا عالیه. حالا ما این ارتشو اولا که یه دونه 13,000 نفری داره، 2 تا 2,000 داره. این 2 تا 2,000 رو یکیشو میفرستیم اینجا. آره برو من بفهمم شما چقدرین. برو رفت اگر بفهمم حجم تو. خب حالا یه دونه 2,000 دیگه، این 2,000 هم اینجا میزنیم. دقیقا اینجا زده بودیم، اینم میزنیم اینجا. درست زدم؟ وای نه اشتباه زدم. وایسین. وای آهان بیا اینجا. اینم داره میاد همینجا. حله. حالا خود همین ارتشم میاریم همینجا میذاریم. تمام بچه وضعیت اقتصادی همونطور که گفتم، نگاه کن چقدر خوب شد وضعیت اقتصادیمون، چقدر خوب شده. یه ذره مالیات از این مردم بنده خدا یه ذره برمیداریم. این پولا رو با بدن حالا مالیاتو. بچه ها مثبت شده، وای منفی شد این با تا ته باشه غلط کردم. وای از این بودجه ذره کم کن. وایسا داشتیم این چیز میشد. چی میگه؟
راستی بچه بریم از نیرو بسازیم. میتونیم؟ بله خب آقا ما یه دون دوکه اینجا میسازیم، یه دون دوکه دیگه اینجا میسازیم، میایم سراغ اینجاها، یه اینجا یه نه اینجا. تمام. الان بچه ها کلی باز ارتش قراره بهمون اضافه شه در ادامه بازی. بچه ها ریزش اختصاص یا ابوالفضل یا خدا وای کم کن بوجا رو، کم کن. وای قلبم ریخت. وای اصلا یه دقیقه بچه از وای وضعیت اقتصاد اوکیه. وضعیت اقتصاد اوکیه. اوکیه. وای بچه. یه دقیقه قلبم ریخت. خب بچه همونطور که میبینید کشورمون ایران انقدر شده. اینجا سیو گیم. آره دیگه همین دیگه. سیو در حال سیو کردنه دیگه. بیت اس. خب دوستان عزیز، امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. تا یه ویدیو دیگه همتون به خدای بزرگ میذارم. بازم میگم تو کامنت ها بگید ایج آف هیستوری رو ادامه بدیم یا نه. تا یه ویدیو دیگه همتون به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.